بابا بزرگم ساده بود اما دنیا تو چشمای نجیبش بود. نه توی روزه هر کجا میرفت دستمال اشکش توی جیبش بود. درآمد خوبی نداشت اما نذرای هر سالش ادا می شد. به احترام بچه‌ای که فقط اسمش حسین بود از جا پا می شد. با این که حتی روزای آخر اسم بابامو اشتباه می گفت، قبل از همه می گفت جانم حسین. تا روز خون از کربلا می گفت